من چه رتبه یا بهت بگم خیلی خوشحال میشی؟ والا یک خوشحال میشی. یک؟ پس منم میگم رتبت یکه. واقعا خدایا شکرت. میخوام یه چیزی بهت بگم، با درست تلاش کردن و جا نزدن از این درس خوندنه میتونی بهترین نتیجه تا تو کنکور بگیری. همینجوری نمیتونی کتابو بگیری دستت بگی خب اینقدر میخونم تا رتبه یک کنکور بشم. خب معلومه نمیشی. اگه هدفو درست انتخاب نکرده باشی، اگه واسش درست برنامه‌ریزی نکرده باشی، اگه توی مسیر درست قرار نگرفته باشی واسه رسیدن بهش، خب معلومه هر روز داری از هدف دورتر میشی، هیچ وقت بهش نزدیک نمیشی، هیچ وقت اون رتبه یک کنکور تو نمیشی. بدون هدف که نمیتونی همینطور دل به جاده بزنی. ببین مقصد تو، ببین به کدوم دانشگاه میخوای برسی، کدوم رنج رتبه رو میخوای. اول اینا رو واسه خودت مشخص کن، ببین چقدر حاضری واسه رسیدن به هدفات تلاش کنی. اینا رو واسه خودت مشخص کن، بعد بیا حالا واسه این هدفات برنامه‌ریزی کن. لازم نیست که وقتی میخوای شروع کنی، وقتی میخوای مسیر رو انتخاب کنی، کل مسیر رو بدونی قرار چه اتفاقی بیفته. نه، تو ایمان داشته باش به خودت، اولین قدم‌ها رو بردار، مطمئن باش کم کم راه موفقیت خودتو پیدا میکنی. مسئولیت پذیرم باش، مسئولیت هدفات و رویاتو قبول کن، مسئولیت اینو قبول کن که چقدر حاضر واسه هدفت تلاش کنی، مسئولیت اینو قبول کن که تا خودت تلاش نکنی، تا خودت تغییر نکنی، تا خودت اهمیت ندی به هدفات، قرار نیست اتفاقی بیفته. اینم به خودت بفهمون که تو هم میتونی یکی از اینا باشی، به خودت بفهمون که منم میتونم تو کنکور موفق باشم، منم میتونم بهترین دانشگاه و درس بخونم، منم میتونم هر رشته‌ای که خواستم و برم درس بخونم. وقتی اینو بتونی بفهمی، میتونی درک کنی که تنها فاصلت با رقیبات فقط تلاش کردنته. هدفتو مشخص کردی، برنامه ریزی کردی واسش، حالا تا میتونی واسه رسیدن بهش تلاش کن. این مسیر قرار نیست خالی از اشتباه و اتفاقات غیر منتظره باشه. رسیدن به هدفت یه جاده صاف نیست، اینقدر دستانداز و پیچ و خم داره که خسته میشه. اگه تو راه رسیدن به هدفت به مشکل برنخوری، باید به اون هدفت شک. خب عزیز من، کاری که میخوای انجام بدی، اگه انجام دادنش راحت بود خب همه انجامش میدادن. اگه اون هدف و رویات رسیدن بهش راحت بود، خب همه بهش رسیده بودن دیگه. هدفتو درست انتخاب کرده باشی، واقعا حتما یه چیز خاصه، حتما یه دانشگاه درست حسابیه، حتما یه رشته تاپه، حتما هم یه تلاش و پشتکار درست حسابی میخواد، حتما هم از تفریح زدن میخواد، شب بیداری کشیدن میخواد، صبح زود بیدار شدن میخواد، رو برنامه پیش رفتن میخواد. اگه بالاها رو در نظر گرفتی، باید اینم در نظر بگیری که خیلی‌ها دارن تلاش میکنن همزمان با تو که برسن به اون نقطه. وقتی به مشکل برمیخوری، سعی کن یه چیزی رو تغییر بدی، یه مسیر جدیدی رو انتخاب کنی. به جای اینکه بشینی یه گوشه فقط ناله کنی، سعی کن دوباره تلاشتو شروع کنی. ببین کجای کار مشکل داشتی، تحلیل کن رفتاراتو، درستشون کن، ببین کجا بیشتر باید وقت بذاری، ببین نقطه ضعفات کجاست، روی اونا بیشتر کار کن، ازشون فرار نکن، از استعدادت استفاده کن که رقیباتو پشت سر بذاری، درست، ولی نگذار نقطه ضعفات توی هر درسی میخواد باشه تو رو بکشه پایین. بپذیرشون و درستشون کن. توی این مسیر قرار خیلی اتفاقات بیفته، خیلی حرفا زده بشه، خیلی کم لطفی از نزدیکترینات ببینی، از دوستات ببینی، از خانوادت ببینی، ولی نگذار حرف اونا هر چقدر دل سردت بخوام بکنن تو رو 1% هم از روی هدفت برگردونه. این زندگی خودته، به هیچ کس هم اجازه نده واسه زندگی تعیین تکلیف کنه. به خودت و تواناییات ایمان داشته باش، به خودت توکل کن و برو جلو، مطمئن باش موفق میشی.